انسان خیلی حقیره که پیش حقیرتر از خودش بره، خیلی کوچه که بی‌ظرفیته که پیش کسی بره که از اون داره برای 5000 تومان گدایی کنار خیابون نشسته کارتون خوابه. همین پیرزن گدایی که خودش سر 5 راه داره دنبال این میدوه دنبال اون میدوه که بیا فالتو ببینم، بیا آینده تو بگم، بیا نمیدونم. اون زن دیگر و مرد دیگر چقدر بدبخته که آینده خودش مقدس این ببینه. ولی خب گفتم پیش ما هم مراجعه میکنن آخه. بعضیا گول ریش و عمامه رو میخورن. تقدسگرایی یعنی این ملای 5 وقت پیش نماز، این دیگه معصومه، این من عندالله. نه، ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. هیچ کس مقدس نیست. گول ریش عمامه رو نخورید، گول لباس رو نخورید، فرقی نمیکنه. ما مقدس نداریم، هر عالمی میخواد باشه، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ البیان، هر چی هست. القاب رنگ میبازه. مقصر شمایید، گاهن مقدس کردید، با این القاب انسانها رو بزرگ کردید. و بدترین نوع فریب این نوعه که با لباس دین انسان فریب کاری کنه، با لباس دین خون مردم رو نه بلکه ایمان مردم رو به باد بده. الله اکبر. از خدا بترسیم. اونهایی که هم لباس منن، اونهایی که هم سلف و هم سلک منن، حواس من و شما باشه با لباس دین تجارت نکنیم، با سنت رسول الله، با ریش و عمامه دین فروشی نکنیم، عقاید مردم رو به بازی نگیریم. از خدا بترسیم. اونها اعتماد دارن به لباس رسول الله، به عمامه پیغمبر که سرت هست، اونها اعتماد کردن. نکنید و از خدا بترسیم. این بدترین نوع شیادی است، بدترین نوع خیانت است. اون کسی که کالایی رو میفروشه بر سر مردم جنس و قلابی میده، اون ضررش اونقدر نیست چون دنیا رو فروخته به دنیایی عوض کرده. ولی من و تو داریم دین رو میفروشیم، سنت رسول الله رو داریم میفروشیم. جواب پیغمبر رو چی میخوایم بدیم؟